ما در دکانی دندیچه اوچگی قرار داریم. خواهر ما مدینه میپزد و وعده دادن که دندیچه مزه دندیچه اوچگی را دارد. اول میگن که با دیگش رو نگاه کنیم. دیگه خواهر ما مدینه خیلی سفید پاکیزه. بسم الله الرحمن الرحیم میچشیم. پیاز خیلی زیلین که اینه دوغ میکنیم. اینه دوغ میگیم و باید خیلی چالاو میگن چی میگن مویی چی دوغ میگن نکه با مزه. وقتی که باقش خونه میبید خیزک زنجبیل میگن دوغ یا چلو سالاد یا که همون خوریشی پیاز میورن. خوریشی پیاز برای خوراک‌های چی خیلی خوب است، زود هضم میشه. بله و واقعا این خیلی خوراک با مزه است. خواهش میکنم خوشای جان کامرا کشید من اینو بخورم. مزه کردم. طرف دنگیچه و مونمه سنجام بانکا کتی انالیف میگیرن کاروچه همه چمون سویجه خوش بود. بله کفاله داده میشه. اینجا ده چیه دنگیچه های پوچک های زبون های اوتله علفی های با خوچ بریان میکنیم. این همیه شفیار کی باشی که این همی 4 کسا میگیریم میره بیسون چند کسا میخری میخیز میره. اینجا هم تریه دکونی ما شفیار رو بپولن اینجا 4 کسا میارم خطیم آوان همی 4 کسا بیار خود چند کسا میپرد بپول میخری میره. من در ناحیه دنقره قرار دارم در اومدگاه شهر نورک. این بازار نامش دندیچه است. در اینجا خوراک‌های گوناگون محلی فروخته می شود.